امروز در 16 شهر ناحیه‌های ولایتمون دستگاه‌های جدیدی که ما اون برای تشخیص بلغم که ما اون جنکسپر میگیم در دوام 2 ساعت در ارگانیسم انسان بودگی میکروب خارج‌کننده چوبچه کخ رو انیق میکند. در 16 شهر ناحیه عمل کرده شده است. از اون جمله دستگاه خیم در ولایتمون در مرکز ماموری شهر کلو و شهر بختر. امروز در شهر دستگاه کشتی بلغم بیماران و طرز رایگان چی در شهر کلو و چی در شهر بختر ولایتمون پر فعالیت کرده شدن و با تمام بیماران امروز همه اون بیمارانی که بیماری سیل گرفتار هستند در دوام طبابتشون که اونها از دوام 6-8 ماه رو در بر میگیرد پر با داروهای ضد سیلی قطار یکم و دوم پر رایگان تامین میباشند.